مسئله عبادت ها چی؟ مثلا کدام کارهای ثواب میرسد؟ درباره صدقه و حج، درباره هر دویش هم خواهران عزیز حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند. در یک مسئله دیگر را یک باره گفته گذاریم خواهران عزیز. در رمضان هم همین سوال زیاد میشد که پسرچه به بلوغت نرسیده من آیا روزه گیرد ثوابش به من میرسد یا نه؟ همین سوال میشد. یا برای پدر و مادرش کودک روزه گیرد میشود؟ یا از نام فلانی من در حج نماز خوانم میشود یا نه؟ از نام زنده. این مسئله پیامبر حدیث در نسائی بود خطا نکنم، آره در نسائی است که پیامبر میگن لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد ولكن یطعم عنه مکان کل یوم مدا من حنطه. از نام یگان کسی یعنی آدم زنده نماز نخواند، از نام یگان آدم زنده کسی روزه نگیرد، ولی می توانید اگر یک آدم زنده به خاطر بیماری روزه نگرفت، از نام آن چیکار کنید؟ شما یک مد یعنی یک دستی پر از گندم یا یک خوراک به مقدار سیر شدن به او بدهید. از نام زنده ها نماز خواندن و قرآن خواندن و روزه گرفتن ممکن نیست. یگانه از نام زنده قرضش را دادن با اجازتش می شود. یا که از نام زنده اگر او علاج حج رفتن ندارد، از نام او می توانید با پول او همچون وکیل او به حج روید. اما درباره مسئله های دیگر که مثلا برای مرده شما دعا کرده دعایتان می رسد، الله در قرآن میگوید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. پروردگار یعنی از یکی از صفاتهای مؤمنان این است که دعا میکنند که پروردگارا گناههای ما را ببخش و این چنین گناههای هر برادرانی که پیش از ما بودند، مؤمنانی که پیش از ما بودند. و این چنین میدانید که ما در نماز جنازه اساسا نماز جنازه دعا هست و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی مرده را به قبر مانده بودند چی گفتن؟ استغفروا لاخیکم، برای این برادرتان استغفار کنید، طلب مغفرت کنید که الان او در سوال و جواب است و این چنین برای او از الله بپرسید که او را ثابت بدارد در سوال و جواب قبر. یعنی دعاها رفته می رسد برای آنکه حتی برای وقتی به قبرستان رفتن هم پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ نسأل الله لکم ولنا عافیه. این دعا رو بگویید السلام علیکم یا اهل الدیار من المؤمنین و المؤمنات. در دوامش نسأل الله لکم ولنا عافیه، برای شما هم برای خودمون هم ما از الله عافیت میپرسیم. یعنی رفتن ثواب دعا این 100% است. یعنی حتما برای مرده ها دعا کنید. با دعا کردن برای یک مرده خواهران عزیز شما یک هدیه برایش میفرستید. کی نباشد هم خویش و تبارتان نزدیکتان حتما برایش دعا کنید و یقین بدانید آن شخصی که از دنیا رفته است همون دعای شما از آن او فایده میگیرد. اینجا بعضی ها هستن میگن من هر وقتی که مثلا یگان عزیزی که از من رفته است یادش میکنم، صورتش رو دیده گریه میکنم، بعضیا میگن لباسش رو گرفته بوی میکنم، بعضیا میگن به خانه خوابش میدرایم مثلا اگر خانه دوره بود. لیکن با اینها چی فایده؟ فقط یک انگیزه یا گفتیم یک احساسی میشوید و گریه میکنید، بعضا ناامیدی. به جای این دعا کنید برایش. هر وقتی که یکی از مرده ها یا یکی از نزدیکانی که از ما رفتن خیلی یادشان میکنیم، برایشان باید دعا کنیم که پروردگارا او را از اهل جنت کن که از اینو فایده میگیرد، از آن گریه های زیاد و غم شما و ناامیدی و احساسات های زیاد نه، از دعایی که برایش میکنید از این حتما فایده میگیرد و با دعا کردن شما نه پول خرج میکنید نه دیگر مشقتی دیگر.